مرکز مطبوعات ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه خبر داد که عبدالجبار بحرالدینزاده صاحب ملک مرکز دلخوشی دوستی برای ویران کردن ریچه کاری و خللدار گشتن آسایش حالی و آرامی شهروندان به 10 شبانه روز حبس مأموری محکوم کرده شد. متاسفانه هنوز هم بعضی از صاحب ملکان مرکزهای دلخوشی و فراغتی با مقصد به دست آوردن درآمد علاوگی بیرون از وقت مقرر گردیده فعالیت میکنند که باعث خللدار گشتن آرامی و آسایشگی شبانه شهروندان گردیده است. از جمله شهروند بحرالدینزاده عبدالجبار بحرالدین سال تولدش 1981 استقامت کننده نویه فردوسی صاحب ملک مرکز دلخوشی دوستی واقع در کوچه جامع نویه سینا نوابسته از آن که برای اجرای ریچه کاری رسما آگاهانیده شده بود بیرون از ساعت مقرر گشته ریچه کاری را ویران نموده به خدمت رسانی مشغول شده است. گفته می شود در خبر وابسته به حالت مذکور نسبت به بحرالدینزاده عبدالجبار پروتکل حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شده نسبتش جزا در نمود حبس مأموری به مدت 10 شبانه روز تعیین کرده شد. وقت‌های آخر شکایت‌ها از فعالیت مرکزهای دلخوشی یا کلوب‌های شبانه در پایتخت و مناطق دیگر تاجیکستان خیلی زیاد شده است. ساکنان از آن شکایت می‌کنند که از این کلوب‌های شبانه از شب تا سحر صدای بلند موسیقی صدا می‌دهد، گاه جنجال و زن‌وزنی‌ها هم صورت می‌گیرند و در نتیجه آنهایی که در اطراف این کلوب‌ها زندگی می‌کنند نمی‌توانند آرام خواب بروند.